چه گذشت؟ اسم اون هست کاپوچینو اساسینو. همسرش فوت کرده. کوسه خونگیش یعنی ترالل و ترالالا به دست گروه خلافکار شامپانزینی بانانینی به قتل رسید. حالا اون هیچ چیز نمیخواد جز انتقام. اون به کانتیننتالینو رفت، مکانی که قاتلین میخوابن اما استراحت نمیکنن. اونجای دوست قدیمی دید، تیم پنیر، و اونو با هم دیگه تونستن جان خوکه رو بکشن. حالا تیم بهش اسم میده و یه مکان. شامپانزینی یک مهمونی تدارک دیده، کلاب باستاردو مرکز شهر. کاپوچینو به خونش میره تا خودشو مسلح کنه، ولی یه چیزی اشتباهه. توی خونش 12 تا قاتل خودشون آماده کرده بود. تیراندازی میشه و شمشیرا رو هوا میچرخن. اونا برای جایزه اینجا. اونم خشونتشو نشون میده، اتاق به اتاق، گلوله به گلوله. 12 قاتل شکست میخوره. سکوت همه جا رو فرا میگیره. سایمون کلاود شام برای 12 نفر. نه سلامی نه خداحافظی، فقط خون روی زمین و نظافتچی‌ها تو راهن، چون امشب قراره